ازتون خواهش میکنم اگر میخواین دچار سرطان و مشکلات هورمونی نشید دیگه آب معدنی استفاده نکنید. هفته پیش 12 دانشمند برجسته دنیا جمع شدن و یه بیانیه و مقاله‌ای منتشر کردن و گفتن هر بطری آب معدنی حاوی 500,000 نانوبلاستیک یا میکروبلاستیکه که در دراز مدت میتونه باعث مرگ نورون‌ها یا همون سلول‌های مغزی بشه و خطر سرطان‌ها و خطر مشکلات هورمونی به خصوص در خانم‌ها و بچه‌ها رو چندین برابر افزایش بده. پس از این به بعد لطفاً از آب معدنی استفاده نکنید، از همون آب‌های معمولی توی لیوان استفاده کنید. بطری رو کلاً بذارید کنار. خیلی نکته ساده ولی مهمیه و شاید هم اگه دقت کرده باشید تو چندین سال اخیر مشکلات هورمونی خیلی بیشتر شده، سرطان‌ها خیلی شیوع بیشتری پیدا کردن. قطعاً یکی از علتاش شاید همین باشه. این پستم تا جای ممکن انتشار بده چون میتونه جون خیلی‌ها رو نجات بده.